تا حالا برات پیش اومده که صبح از خواب بیدار بشی و با اینکه ساعتها خوابیدی ولی بازم احساس خستگی کنی؟ یا شبها وقتی میخوای بخوابی ذهنت آروم نگیره؟ جواب این مشکل درست جلوی چشمات، نور خورشید صبحگاهی. توی این ویدیو میخوام برات توضیح بدم که چرا دیدن نور خورشید، اونم توی صبح، میتونه خواب شبانت رو بهتر کنه، انرژی روزت رو چند برابر کنه و حتی حالت روحیت رو هم عوض کنه. و خبر خوب اینه که این روش علمی، ساده و رایگانه. وقتی نور خورشید وارد چشم هامون میشه، به سلولهای خاصی توی شبکیه به نام سلولهای گانگلیونی حساس به نور برخورد میکنه. این سلولها ماده‌ای به نام ملانوپسین دارن که مستقیم به ساعت زیستی بدنمون متصل میشه. حالا نتیجه چیه؟ ترشح کورتیزول توی صبح بالا میره و باعث بیداری و هوشیاری ما میشه. شب هم ملاتونین درست در زمان مناسب ترشح میشه و ما راحت تر میخوابیم. اما نور مصنوعی مثل چراغ‌ها یا گوشی صبح‌ها اونقدر قوی نیستن که این فرایند رو بخوان فعال بکنن. در عوض شب‌ها حتی یه ذره نور از گوشی یا لامپ میتونه ساعت زیستی رو به هم بریزه و جلوی خواب خوب رو بگیره. اینجاست که میفهمیم نور خورشید صبح چقدر مهمه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور باید از نور خورشید استفاده کنیم؟ بهترین کار اینه که ظرف 5 تا 60 دقیقه بعد از بیدار شدن بزنین بیرون. توی روز آفتابی 5 دقیقه باید بیرون باشید. توی روز نیمه ابری حدوداً 10 دقیقه و توی روز بارونی یا خیلی ابری 20 تا 30 دقیقه باید بیرون باشید. اما نکات مهم: اول اینکه لازم نیست مستقیم به نور خورشید نگاه کنین، فقط رو به خورشید بایستید کافیه. مورد بعدی این که پلک زدن اشکالی نداره، اما عینک آفتابی نباید داشته باشید. عینک طبی یا لنز اوکیه. از پشت شیشه ماشین یا پنجره هم نور کافی رو دریافت نمی‌کنید. اگر هم قبل از طلوع خورشید بیدار شدین میتونین چراغ‌ها رو روشن کنین، ولی به محض اینکه خورشید بالا اومد باید بزنین بیرون. حالا چرا این کار اینقدر قدرتمنده؟ چون خواب شبانت رو تنظیم میکنه، چون در طول روز انرژی و تمرکزت رو چند برابر میکنه، چون استرس رو کم میکنه و حالت روحیت رو بهتر میکنه. تحقیقات نشون میده که حتی روی سیستم ایمنی، یادگیری و جلوگیری از افسردگی فصلی هم تأثیر مثبت داره. فکر کن فقط با چند دقیقه نور خورشید صبحگاهی میتونی هم بهره وریت رو بهتر و بیشتر بکنی، هم شبا راحت تر بخوابی. پس یادت باشه راز خواب بهتر، انرژی بیشتر و زندگی سالمتر همین کار ساده است. هر روز صبح چند دقیقه برو بیرون و نور خورشید رو به چشمات هدیه بده. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن تا به بقیه هم پیشنهاد بشه. برای ویدیوهای بیشتر درباره سبک زندگی سالم هم کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.